یکی از شخصیت بزرگ تاریخی در سده عصر 20 این باباجان غفورов میباشد که با خدمت‌های شایان خود در دل و دیده ملت تاجیک جا از اونا بزرگترین خدمت باباجان غفورov این نشر کتاب تاجیکانش میباشد که معرفی کننده ملت تاجیک در سراسر جهان با شمار میرود و این کتاب از تاریخ قدیمترین اصل مینا درباره حیات و فعالیت سرگذشت ملت تاجیک و طور کلی معلومات دارد. در زمان سوء استقلالی با تشبث اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشروی معظم ملت برای خدمت‌های شایان کردن باباجان غفورov رو با عنوان قهرمان جمهوری تاجیکستان 8 سپتامبر سال 1997 سرفراز گردانید. بعدا با تشبث پیشروی معظم ملت برای دانستن تاریخ و برخوردار شدن از تاریخ گذشته ملت کتاب تاجیکان علامه باباجان غفورov بخشیده به جشن 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان از فوند پرزیدنت مملکت روی چاپ آمد که این باز یک دستاورد مهم برای خلق تاجیک می‌سازد که این کتاب به هر یک عائله ملت تاجیک همچون تحفه پیشروی معظم ملت پیشنهاد گردید. با تشبث پیشروی معظم ملت درباره خدمت‌های اکادمی باباجان غفورov آزمون تاجیکان آینه تاریخی ملتی باباجان غفورov راه اندازی گردید که میان خوابخوانندگان دانشجویان کلانسالان راه اندازی گردید که این هم یک تکان جدید در برخوردار از تاریخ و فرهنگ ملت تاجیک خبردار می‌دهد.